سلام میکنم خدمت همه بیبی ها. بچه من امروز سر کار بودم که مامانم زنگ زد بهم گفت مرز بسته پستی داری، بسته پستیت اومده و از این فنای 10 تایی سفارش دادم. حالا قیمتش زیاد مهم نیستش که دونه چند بود و اینا. اینو میذاریمش که میریم سر اصل کار. فعلا اینا رو میذاریمشون پایین. من یک عدد کولپد برای آیپد سفارش دادم، میریم برای آنبکسش. میریم که ببینیم چجوریه داستانش، محتویات توش چی هست. بیبی ها بابا بنازم آجی بنازم. این چیه؟ این بروشورشه. بله بروشور اصلا طریق استفاده و اینجور چیزا. ببینیم چیا داره. بچه دوست ندارم زیاد تایم ویدیو بره بالا، این زیاد مهم. اینو میندازیمش اون بر، خودشو در میاریم. اوه این شیشیه، اینم زیاد مهم. اینم میندازیمش اون بر، خودشو در میاریم. بچه کابل مابلش و این چیزاش کو، از اینجا یو اس بی هاش میخوره، 2 تا میخوره. فکر میکنم که کابلش و اینجور داستاناش باید اینجا باشه. یس بیبی. این چیه؟ این فکر کنم نگه دارنده گوشیه که میذاری بغل. اینم کابلش. چیزیه نداره. همین ما واسه همین انقدر پول دادیم. جالبه بچه. نه اینو توی سایت دیده بودم. اینجا رو نها کنید، اینو میبینید. این نگه دارنده این گوشی هست. این بغل حاجی کلاسش خیلی بالاه، حرف نداره. پرت میکنیم اون بر همه چی. اعصاب مصاب نداریم که. خب شروع میکنیم. ببینیم باید چکارش بکنیم. پایهاش چجوری باز میشه. اکثر چیزاشو دیده بودم بچه. پایهاش به خیلی شکلای عجیبی توضیح میشه. تا اینجا هم میاد حتی. ببینید تا اینجا این به درد نمیخوره. من به نظرم این بیشتر به کار من میاد. بله خب اصل کاری رو میاریم بالا. صبر کنید اینو وصلش کنم ببینم چه جوری میشه. بچه‌ها میبینید فالوی ما بدبختی چاریم. طرف میاد می‌نویسه حیف آیپدی که دست توئه، حیف گانی که دست توئه. بابا مشتی من یه میز کوچولو انداختم اینجا، بعد عوض اینی که بیای حمایت کنی یه خورده جمعش می‌کنیم. بله این اینجوری میاد اینجا. یس بیبی. ولی اونجوری که توی عکس بود، قابشو در بیارم. اونجوری که توی عکس بود اصلا اون شکلی نبود. توی عکس قشنگ خوابیده گوشیه. ببین قاب این چه در میاد. همه چی رو داریم پرت می‌کنیم پایین. بابا بگذار به عشق شما. همه چی رو داریم شوت می‌کنیم این ور اون ور. خب خیلی سریع یک عدد سراحی براش میاریم بالا که ببینیم چه خبره. تا سراحی رو بذاریمش اینجا. کابلش رو باز می‌کنیم. همه چی رو پرت می‌کنیم این ور اون ور. بابا اعصاب نداریم که. اینو می‌ذاریمش اینجا. اینم می‌ذاریمش اینجا. حالا جلوه خوبی به ویدیو نمیده ولی می‌ذاریمش اینجا. اینم می‌ذاریمش. اوه حاجی پشما. وایپدم از کوله پشتی در میاریم و خیلی تند و سریع بریم که ویدیو زیاد طولانی نشه. حاجی واقعا یه چیز خارق العاده ایه. حاجی رنگو ببین اصلا. نگو وای پشمام، بگو وای چه جالب. بچا رنگش چجوری عوض میشه، چجوری روشن میشه. بابا بنازمه. این فکر کنم سرعت فنش میبره بالا. این موداشو عوض میکنه. آره بچا الان 5 تا فن داره کار میکنه. اینو که میزنی فن وسط کار میفته. این 4 تا کوچیکا کار میکنه. یه دونه اینجا، یه دونه اینجا. اینو که دوباره میزنی فن وسط کار میفته. این 2 تا قطع میشه، این 3 تا روشن میمونه. آخرین مودش هم که میزنی همش با هم روشن رو آخرین چیز. حالا بریم ببینیم این دوش واسه چیه. عوض کردن چراغ خاموش. همین 2 تا مود. نه بابا موداش زیاده. بنازم بابا بنازم پشما. بچا ویدیو دوست ندارم زیاد طولانی. بچا این رنگش احساس میکنم خیلی قشنگه. یه خورده هم به نظر من بالاه هنوز. این رنگش احساس میکنم خیلی زیباست. حالا بازی که نمی‌کنیم ولی فقط میریم. بچه‌ها چقدر خنک میکنه حاجی. ان شاء الله قسمت همتون بشه یه آیپد بخرید براش، کولپد بخرید تازه. ببینید خیلی سرد میکنه حاجی. من اتاقی که الان توش دارم گیم میزنم یه خورده همین جوریش هم یه خورده سرده. اینو که بندازم دیگه هیچ دیگه. خب اصلا یه نگاهی به اکانت من بندازیم. از طرف اومده حالا اینستاگرام یا یوتیوب اومده نوشته حیف این اکانتی که تو داری. چیه مگه؟ یه 117 متیک از ول ام4 که رایگان داد
شاتگان HS. این کلتی که واسه گردونه یادم نمیاد دقیقاً شد، ولی یه اسکین لژندش کلت رو دومی بهم داد. NK برای گردونه گوستومتیکو، تایپ 25 که برای گردونه آرتری بود فولش کردم. هدز هم که گام پرستیژ بود 3 تا گردونه پشت سرم دادم بهم داد. اسکینا هم یه دونه اسکین گوست دارم، یه دونه اسکین شاتگان گردونه HS. چیز آنچنانی ندارم. من تو خالی یه دونه پرستیژ هم هدزمو دارم که دیگه هیچ. خب بریم که اصل مطلب رو داشته باشیم. بچه‌ها من همونجوری که می‌دونید من رو موبایل پلی نمیدم و این که خدمتتون عرض بنمایم این فن‌های گوگلیو یه سری شرایط داره، حالا در ادامه توضیح میدم که باید چیکار بکنید. یه سری شرایط داره، کابل بیاریم بالا براشون برای 3 تاشون که بتونیم ازشون استفاده کنیم. از 3 تاشون یه سری شرایط داره، اینا رو رایگان تقدیم میکنم بهتون. بفرمایید. اینا رو آروم میندازیم چون قراره هدیه بدیم، اینا رو آروم پرت میکنیم که چون قراره هدیه بدیم به بچه‌ها اینا رو آسیبی نبینه کارتوناش. بدوید بیایید ببینید چی آوردم براتون، جایزه آوردم، فقط ببینید تشتکاتون بپره خدا وکیلی. اینا از این، اینا به این شکله. حالا بذارید همشو باز کنم جلوه ویدیو زیباشه. بچه‌ها بیایید تا آخر این ویدیو رو نگاه کنید. ویدیو رو بهتون میگم کدوم ویدیوست، توی دیسکریپشن می‌نویسم کدوم ویدیو رو باید نگاه کنید که بتونید بیایید توی قرعه کشی ما شرکت کنید. چون اینا رو باز میکنم میذارم اینجا که قشنگ مشاهده کنید ببینید چی به چیه، چجوریه. راهش رو هم در آخر ویدیو بهتون قشنگ آموزش میدم که باید چی کار بکنید تا بتونید این فنای خنک کننده موبایل رو. فقط امیدوارم تایم ویدیو اونقدر زیاد نشه. بچه‌ها نظر من اینه که اینو بزنم خاموش کنم که چقدر مود دارم. من فکر می‌کردم موداش کمه. آدی آیپد داره اذیت میکنه. وای نمی‌سن اینا. آیپد می‌ذاریمش پایین. بچه‌ها این فنا به کوچیکیشون نگاه نکنید. من خودم اولش یه لحظه فکر کردم چون کوچیکن اونقدرها خنک نمی‌کنه. اصلا بذارید صدای فن گوش کنید. دورش خیلی بالاست، دورشون خیلی بالاست. رنگ داره، رنگ بندی داره، فکر کنم 6 تا رنگ عوض میکنه. خیلی زیباه، خیلی زیباست. و همینجوری که مشاهده میکنید USB میخوره بچه‌ها. میتونید خیلی راحت به لپتاپ وصلش کنید، به تلویزیون، به کامپیوتر، یا اینی که مستقیم اینجوری بزنیدش به برق. فقط بچه‌ها اینو نگاه کنید، این وقتی به دور میفته نگاه کنید. اینو به خاطر دورش دارم میگم، میخوام بگم دورش خیلی زیاده. نگاه کنید من واقعا دستام داره یخ میزنه. نگاه کنید من الان اینو از برق میکشم، فقط نگاه کنید چقدر میچرخه همینجوری. وایساد. این به خاطر اینی که دورش زیاده و آل میچرش قویه. خب بچه‌ها اینا رو کامل میذاریم پایین. بچه‌ها از اینا میگم 10 تا سفارش دادم. اینا رو از برق بکشم بذارمشون پایین. بعد از این بر آیپد رو بیارم بالا تا با دقت بفهمید که چجوری میتونید اینا رو، این فنا رو به دست بیارید. بچه‌ها هیچ کاری نداره. ما یه چنل اینستاگرام داریم که برای خودمه، یه چنل تلگرام داریم، کانال تلگرامی داریم که اونم برای خودمه، و یک دونه یوتیوب داریم. بعد به خدمت شما عرض بنمایم که یه دونه یوتیوب خودمه، یه دونه چنل اینستای خودمه، یه دونه چنل تلگرام خودمه، یه دونه چنل آقا رضا کد 16. آره فکر کنم اسمش کد 16. یه دونه واسه آقا رضا که آقا رضا توی اینستاگرام فعالیت میکنه. آیپدم بزنیم شارژ که شارژش تموم نشه، میخوایم الان گیم بریم. آقا رضا توی اینستاگرام فعالیت میکنه. از من باید 3 تا جا رو دنبال کنید. از آقا رضا یه دونه فقط اینستاگرام، از آقا موبین منیجر کانال یوتیوبمون، اونم فقط یوتیوبش. و ما همه اینا رو توی دیسکریپشن قرار میدیم. یه موقع اگر خواستید البته توی دیسکریپشن میذاریم، توی کانال تلگرام هم میذاریم. خیلی راحت و آسوده. اصلا هم هیچ سختی نداره شرکت کردن در این قرعه کشی. ولی
حداقل باید تا 50 نفر برسن، 50 نفر باشن، ما یه دونه فنا رو جایزه میدیم. 100 نفر توی قرعه کشی شرکت کنن، 2 تا فنا رو جایزه میدیم. 100 و هر 50 نفر یک دونه فن ما قرعه کشی میکنیم. هیچ کاری نداره، خیلی راحت. میایید وارد سایت یوتیوب میشید. البته وی پی ان خاموش، باید وی پی ان بزنم. بچا جام وی پی ان رو به همه توصیه میکنم. وی پی انش فوق العاده قوی، بسیار عالی و خوب، خیلی عالیه وی پی انش. چه بازی باحالی. وی پی انش خیلی عالی و قویه. من هم روی گوشیام استفاده میکنم، هم روی آیپد. وی پی انش حرف نداره. اینا میریم داخل یوتیوبمون میشیم. بچا هیچ کاری نداره. اصلا چرا ولش کن، با گوشی نمیریم. بچا میایید اینجا به طور مثال و آقا رضا گیمینگ هم که استریمه، بریم ببینیم میشه باش بازی کنیم امشب یا نه. بچا به طور مثال میزنی آقا احمد لجند. میایید اینجا بچا دکمه سابسکرایب رو میزنید. دکمه سابسکرایب رو که زدید یک اسکرین شات میگیرید. تمام. میایید بیرون، میایید وارد تلگرام میشید، میایید توی کانال بنده. وقتی اینجا وارد کانال شدید یک دونه اسکرین شات از اینجا میگیرید، به همین سادگی، فهمیدید؟ و بعدش میرید توی اینستاگرام هم همینطور. اینستاگرام منو فالو میکنید، اینستاگرام آقا رضا رو فالو میکنید، یوتیوب آقا موبین منیجر کانال یوتیوب اون رو سابسکرایب میکنید و همین فکر کنم همین 5 تا میشه دیگه. آها آره همین 5 تا میشه. همین 5 تا رو شما ساب و فالو میکنید. میاد حالا یه لحظه میاد توی این شات، یه لحظه است، کلا یه لحظه کار داره. خب میاد توی این شات این عکس‌ها رو میزنید، همه این عکس‌ها رو اینجوری میذارید بغل هم دیگه. خب متوجه شدید؟ مثلا چند تا عکس انتخاب کردم، مثلا 5 تا شد. میایید اینجا دانلود رو میزنید و این عکس ذخیره میشه. حالا اگه دوست دارید با یه برنامه دیگه یا هر جوری که خودتون دوست دارید و عشقتون میکشه میتونید این کارا رو انجام بدید. بعد میایید داخل تلگرام. وقتی اومدید داخل تلگرام میایید اینجا توی کانال ما، اینجا آقا موبین هستش که پاسخگوی شما باشه. آقا موبین توی کانال تلگرام ما هم ادمین هستش. فقط الان اینو میزنی بعد میاد اینجا وارد پیوی آقا موبین میشید. این عکسی که ذخیره کردید رو میفرستید برای آقا موبین به اضافه کد پستیتون، شماره تلفن همراهتون، آدرستون که میخوایم ارسال کنیم براتون، میفرستید برای آقا موبین. پس شد چی؟ کد پستی، شماره تلفن همراه، اسم و فامیل و آدرس محل سکونتتون میفرستید برای آقا موبین و آقا موبین به شما یه دونه عدد میفرسته. حالا آقا موبین مثلا هر کی زودتر میاد مثلا میشه نفر اول، دومین نفر میاد پیام میده میشه نفر دوم، سومین نفر پیام میده میاد میشه نفر سوم و همینجوری ولاغه. و اینجوری قرعه کشی انجام میشه. ما عددا رو می‌نویسیم، مثلا شماره 1، شماره 2 تا حالا هر چند نفر که توی قرعه کشی شرکت کردن. خیلی راحت میتونید این فن‌های ناز رو که یه بار دیگه هم نشونشون بدیم قشنگ، میتونید این فن‌های ناز رو از اون خودتون بکنید. بچه‌ها چراغش هم هیچ کاری نداره، اگر می‌خواید چراغش رو خاموش بکنید اینجا یه دونه سیم داره. به طور مثال یک خانواده گیر میده چراغ روشن باشه، شما اون سیمش رو اینو بازش میکنید، سیم رو میزنید قطع میکنید، چراغش دیگه روشن نمیشه. به همین سادگی. من خودم تصمیم داشتم بزنم چراغای اینو قطع کنم، بعد حاجی الان دیدم یه دونه از چراغاش خیلی قشنگه. خب دوستان عزیز، ما خیلی کارا قرار انجام بدیم. ما گردونه برای بچه‌ها میزنیم، بتل پس میزنیم، سوپلای پس میزنیم، سی پی میزنیم. هیچ شک و شبهه‌ای هم توش نباشه، چون اولین نفری که این جایزه برسه به دستش قطعا میاد زیر پست، حالا یا شورت ویدیو ما یا لانگ ویدیو ما مینویسه که آقا این واقعیه و به دست من واقعا رسیده. حالا واسه هر جام که میخواید باشید مهم نیست، من براتون این بسته رو ارسال میکنم، هزینه‌ش هم مهم نیست، ارسال میکنم براتون. بعد بچه‌ها یه چیز دیگه هم یادم رفت بهتون نشون بدم، اینو حتما باید نشون بدم بهتون. خیلی ساده است. آهن رباییشو وقتی می‌خرید بچه‌ها، من می‌خواستم آهن ربایی بگیرم. آهن ربایی رو وقتی می‌خرید بعد یه مدت بچه‌ها اصلا آهن ربا خودش کلا گوشی رو داغ می‌کنه. اینو میندازید پشت گوشی و به همین راحتی باهاش پلی میدید. اونایی که میتونن پلی بدن با فن میدونن که هیچ کاری نداره براشون. و این حالا هر جایی که سی پی یو گوشیتون هست شما میتونید از یه گوشی فروش بپرسید آقا سی پی یو فلان گوشی کجاه. الان مثلا سی پی یو گوشی من اینجا، دقیقاً قرارش میدم اینجا، یکی سی پی یو گوشیش اینجا، مثلا میخواد خنک کنه گوشیشو، ولی
آنچنان فرقی نمیکنه، هر جا بذارید قشنگ خنک میکنه. امتحانش هم کردیم الان، قشنگ دیدیم که چی به چیه. و اینی که بچه سرعت فنش بسیار بالایه. من سکوت میکنم فقط گوش کنید. خیلی سرعت فنش بالاه. خب دوستان عزیز، امیدوارم که هم از این ویدیو خوشتون اومده باشه، همینی هم که جایزه های ما رو دوست داشته باشید. و میگم بچه‌ها ما هرچی کانال یوتیوبمون بیشتر پیشرفت کنه، ما هم ویدیوهای خیلی بیشتری میذاریم و از اون بر ویدیو میذاریم، بازخورد برامون داره، سی پی میزنیم، گردونه میزنیم. احتمال داره بچه‌ها، احتمال داره، خیلی 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 زیاد احتمال داره که ما بازخوردمون زیاد باشه. مثلا یه ویدیومون برامون به طور مثال 10 میلیون اون ویدیو به ما پول بده، ما هم اونو 20%، 30%، 40% رو بدیم به بچه‌ها. به طور مثال چجوری بدیم به بچه‌ها؟ اینجوری که آقا گردونه براشون میزنیم، هر کی دوست نداشت پولشو بهش میدیم. امکان داره که گردونه متیک هم بزنیم. اصلا قصه این رو نخورید که گردونه‌ای زده نمیشه و این چیزا. تایم ویدیو خیلی زیاد شد، خیلی خیلی زیاد شد بچه‌ها، واقعا ببخشید، شرمنده‌تونم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و بیایید در قرعه کشی ما شرکت کنید. دوستتون دارم خیلی زیاد، بیب زاده ها.